خب میخوام ازت یه سوال بپرسم. به نظر تو من چه جور آدمیم در رابطه با این که میگن دنبال پول بودی؟ من خب با اکثر بچه‌هایی که تو این برنامه شرکت کردن دوستای خیلی صمیمی و نزدیکی بودیم و از این بودیم استفاده میکنم که این برنامه باعث شد که یک ذره از هم فاصله بگیریم. در کل با صحبت‌هایی که قبل از ورود به برنامه داشتن بچه‌ها، برای پول همه ورود کردن به این برنامه و یک چیز طبیعیه که هر کسی وارد این برنامه شد برای پول وارد شد و این رقابت یک رقابتی بود که برای برنده شدن بود. تو اتفاقا شخصی بودی که توی این برنامه من رقابت زیاد ازت دیدم برای کاریزما، برای اون قدرته، برای برنده شدنه، نه اون پول خیلی برای ارزشی نداشت. درسته مبلغ شیرینیه و دوست داشتنی میتونه باشه، ولی خیلی مبلغی نیست که بخواد کسی رو قلقلک بده، که بخواد کاراکتر و شخصیتی که توی جامعه داره تغییر بده. به نظر من شخصیت توی شخصیتی بود که دنبال برنده شدن بودی. حتی اگر برنده هم میشدی و پول رو میبردی، شاید بین همون بچه‌ها تقسیم میکردی و بخشش هم در زمینه حمایت از حیوانات میکارن. دقیقا درسته. من دنبال کاریزما بودم، دنبال پول نبودم. اینو واقعا درست گفتی. یعنی اگه من قرار بود خودم توضیح بدم، اما قشنگ نمیتونستم توضیح بدم. راجع به شخصیت من نظرت چیه؟ در مورد شخصیت تو که یک شخصیتی که واقعا مشخصه که رفتی توی این برنامه برای اینکه یک اتفاق جدیدی شاید توی زندگیت بیفته، ولی رفتی وارد یه حواشی شدی که نتونستی اون خود واقعی تو نشون بدی. اون شخصی که واقعا مشخصه که توی یک خانواده با یک اصالت و ریشه خوب بزرگ شده و آسیب اجتماعی من توی این کاراکتر ندیدم اصلا. یعنی هیچ فوبیا، هیچ تابویی ندیدم توی این کاراکتر. چه قشنگ گفتی. واقعا کسی که آسیب اجتماعی دیده میتونه که به بقیه صدمه بزنه، اما من هیچ وقت توی زندگیم به کسی صدمه نزدم، حتی تو فضای مسابقه. دقیقا منم چیزی که در کلیه قسمت ها دیدم، حالا نظر هر کسی محترمه، ولی واقعا من هیچ تابو و آسیبی توی این کاراکتر سبدا توی این برنامه ندیدم. مرسی. برای کسایی که حسام رو نمیشناسن میخوام یه توضیح کوچیکی بدم که چرا بین این همه آدم من حسام رو آوردم اینجا که با هم دیگه مصاحبه داشته باشیم. حسام کسیه که تک تک بچه‌های عشق ابدی رو میشناسه با دیتیل زیاد. حتی از همه کمتر منو میشناسه، یعنی بقیه رو خیلی خوب میشناسه. بنابراین میتونه قضاوتگر خوبی باشه و اشتباهات و سوء تفاهم‌هایی که نسبت به من صورت گرفته رو میتونه با توضیحاتی که الان میخوایم بدیم تصحیح کنه. راجع به این که من با شاهین درگیر شدم تو برنامه و برگشتن گفتن که شاهین تو رو برده توی برنامه، حداقل کسی که نون سر سفرت گذاشته و تو رو برده توی برنامه رو نمیفروختی. اولا که شاهین واقعا منو آنتریک میکرد که اون تصمیمو بگیریم. درسته که من اشتباه کردم، بابتش عذرخواهی کردم، ولی شاهین آنتریک کرد. یعنی اون یک تصویر بود که کارگردان نشون داد. صدها بار منو پشت صحنه تحریک میکرد که این کارو کنیم اون کارو کنیم. چون خودتون هم میدونید از اول برنامه لقب خاله زنک رو شاهین بود. پشت سر اینو یک سر در حال حرف زدن و ضربه زدن بود و منم میخواست قاطی بازیش کنه که خیلی جاها نرفتم. یک جایی که رفتم عذرخواهی کردم. من تهمتی به شاهین نزدم، من حقیقت رو گفتم. گول حرفای شاهین رو خوردم. ویدیو رو با دقت برید اون قسمت رو از قبل نگاه کنید. شاهین پیشنهادش رو داد که اون یک تصویره. شاهین خیلی قبلتر از اون پشت صحنه منو تحریک کرد. حالا شاهین یه منیجره، مثل یه املاکی که خریدار رو به فروشنده وصل میکنه. مگه یک املاکی که برای یه خریدار خونه پیدا میکنه تا آخر اون میره میگه داداش من خونه دارت کردم و مدیون منی خونه داری؟ هی تا آخر اون میره میگه نه عزیزم کمیسیون تو گرفتی، 2 نفر رو به هم وصل کردی، شغلت اینه، تو هم شغلت منیجریه، پولشو گرفتی یه نفر رو به یه نفر دیگه وصل کردی. سختی های اون 40 روز اونجا رو من کشیدم. 6 ماه الان تو سوشال مدیا دارم میجنگم، من کشیدم. تو یه معرف بودی بیتی گیتی بو کدر. و این که تو اصلا معرف منم نبودی. وقتی منو معرفی کرد از کست کلن حذف شد و مراحل کارهای بعدی منو آتیلا انجام داد. یعنی من عکسامو مجددا فرستادم برای آقای آتیلا و ایشون انجام دادن که اگر منو معرفی کرده بود هم منتی بر سر من نبود.
خب آقای سامان این حرف رو زدن، میخوام بهشون بگم که شما داری از کجا الان ویو میگیری، پول در میاری؟ یوتیوبت راجب چیه؟ اینستاگرامت راجب چیه؟ راجب عشق ابدی، راجب من ایکس ایگرگ. پس ما هم بیایم منت بذاریم سرت که بگی من نون گذاشتم سر سفرت؟ هر روز بیام من تشکر کن که چون داری به من دیس میدی داری ویو میگیری؟ چه حرفیه؟ تو داری ویدیوشو میگیری، زحمتشو میکشی، استودیو برای خودت درست کردی، نمیدونم دوربین بگیر، این کارو کن اون کارو کن، درسته داری به ما دیس میدی ولی داری زحمتشو میکشی. پس من نمیام به تو بگم که تو داری از اسم من پول در میاری. درسته اسمای ما الان برای خودش هر کدوم منبع ویوه، ولی تو داری اون ویدیو رو میگیری. امیدوارم متوجه منظورم شده باشی. شاهین اون شبی که ویدیوی لب استخر پخش شد برگشتش اومد یه وایس توی تلگرامش گذاشت که سودا انقدر تیپ و قیافت زایه است که هیچ پروژه‌ای قبولت نمی‌کردن. بعد تویی که هر دفعه به خاطر تیپ و استایلت نمیتونستم بفرستم سر پروژه، قبولت نمیکردن. به خاطر همین تیپ و قیافه زایمه که 3 سال پیش به من پیشنهاد دادی بیا کافه کنار ترامپ از نزدیک ببینمت. اگر در جواب این بیاد بگه که چون منیجر بودم میخواستم از نزدیک ببینم چجوری هستی برای پروژه، این یک چرت و پرت محضه، چون هیچ منیجری حق دخالت نداره تو انتخاب. عکس‌ها رو میفرسته، کارگردان، تهیه کننده و گروه تولید که نفرات اصلی انتخاب میکنن. توی انتخاب بازیگر اصلا دخیل نیست. شون از نزدیک برای دیدن من قصد و غرض دیگه ای داشتن، همون جوری که اسمش رو روش گذاشتن و لایقشه، شاهیز. یه سری صفت‌ها به شاهین دادن، میگم من هیچ وقت بهش هیت ندادم، ولی چون حرف از رفاقت و دوستی و بی‌معرفتیه میگم. واقعا آدمه، میتونم بگم کلمه بخیل رو بذارم روش، بخیلیه. میدونی چرا؟ برگشت به من گفتش که یه استوری برام میذاری بگی که مثلا این شخص منیجره و مثلا بیشتر فالوم کنن. اوایل برنامه بود که هر کی کارای این مدلی میخواد بیاد مثلا به شاهین بگه و اینا. گفتم اوکیه، میذارم استوری، معرفی میکنم کارتو شغلتو، ولی تو هم یه استوری بذار بی زحمت، آنلاین شاپ منو معرفی کن. برگرده چی بگه خوبه؟ من نمیتونم آنلاین شاپ تو معرفی کنم، آخه خودم میخوام آنلاین شاپ بزنم. 6 ماه گذشته چرا نزدی؟ مگه آنلاین شاپ زدن راحته؟ یه تیم میخواد، فکر میخواد، یه گذشته‌ای میخواد، یه پلنی میخواد. اوکی اصلا میخوای بزنی شما در حال حاضر، من استوری شغلتو میخوام بذارم، بیزینستو میخوام بذارم، تو هم بذار. فردا تو هم مثلا آنلاین شاپ میزنی، آقا من مغازه کتونی فروشی دارم، رفیقم هم داره، شما از هر کدوم حال میکنی برو بخر. نه؟ اینکه تو نمیخوای بیای به مخاطبات بگی که دوست من شاپ داره چون من میخوام شاپ بزنم، فقط هم من خرید کنید، من دارم، این میشه بخیل بودن. اینم گفتم که اونایی که اشتباه فکر کردن یکم بیشتر فکر کنن. و توی مصاحبه سامان راجع به دیسی که به من داده بود، در ادامه حسادت بخوام بگم، یه خانومی که اونجا توی اون یوتیوب صحبت میکنن و من نمیدونم تخصصشون چیه و چرا بدون علم و آگاهی یک نفر میتونه بیاد راجع به همچین چیز بزرگی صحبت کنه، موندم. برگشتش گفتش که سودا به شدت دختر حسودیه، حتی اون 2 سالی که مادرش رو از دست داده بود، طبق گفته خودش از خونه بیرون نمیرفته چون به همه مادر و دخترها حسودی میکرده. یعنی تو چقدر باید اطلاعاتت زیر 0 باشه و بیای اونو به میلیون ها آدم منتقلش کنی. ریاکشن من یه ریاکشن طبیعی در مقابل سوگواریه. کسایی که از دست دادن میفهمن. من تعجب میکنم از خود همون آقای سامان که میگه پدر و مادر از دست دادم، چجوری شما همونجا جواب این خانومو ندادی؟ کسایی که از دست دادن میدونن. من با روانشناس‌ها و روانپزشک‌های زیادی صحبت کردم. من تراپی شدم. من به تنهایی درمان نشدم. ریاکشن من یه ریاکشن کاملا طبیعی در مقابل از دست دادنه که از حسادت نمیاد، از غم فقدان میاد. یعنی من این چیز رو چرا الان ندارم، چرا زود از دستش دادم، یعنی حسرته.
توی وجود اون کسایی که از دست میدن. دست خود آدم نیست. این هیچ ربطی به حسادت نداره و چقدر زشته، چقدر بده راجع به چیزی که تجربه نداریم، اطلاعات نداریم و یه چیز به این بزرگی بیایم نظر بدیم. خب الان راجع به بهار میخوایم بگیریم. خودفروش. اصلا چجوری کسی که پارتنر داشته میاد توی برنامه روش میشه راجع به کلمه خودفروشی بیاد توضیح بده؟ یعنی خودفروش اصیل خودتی، پارتنر داشتی اومدی تو برنامه، بعد راجع به من حرف میزنی میگی سودا چون چیزی برای ارائه نداشته خودفروشه؟ یا کلمه خودفروش رو نمیدونی یا مثلا میخوای لقبی که به خودت میرسه رو بزنی به یکی دیگه. خودباخته ترین بله، آها. شخصیت عشق ابدی سوداست. به خاطر اینکه مثل امیر حسین هیچی برای ارائه نداره و دوباره داره از در دیوار چنگ میندازه تا به چیزی برسه. باورتون نمیشه برای اینکه بهش رأی بدم برای فینال اومده بود اینستاگرام به من پیام، من حذف شده بودم دیگه، رفته بودم که بیام، به من پیام داده بود بهار برنامه سال رأی دادن، سر رأی دادن هم خودفروشی کردی. تو اصلا علی و زهرا رو ندیدی. تو اصلا وقتی که بودی 1000 بار گفتی بهترین پارتنر، 1000 بار گفت بهترین پارتنر از نظر من تو امیر حسینید. شبایی که همه روش گرفته بودن من و امیر باهاش صحبت میکردیم. اونجا گفتی سودا چقدر مهربونی، چقدر خانومی. چی شد اومدی بیرون دیدی آره اوضاع خوبه، همه دارن مثلا الان به سودا هیت میدن، 2 تا هم من بدم بگیرم؟ نه عزیزم، تو سر تا پات با ویدیوهایی که ازت وایرال شده هیته. یعنی خودتو دیس میکنی. برگشته گفتم من بهش مسیج دادم بهار با علامت سوال و قیافش اینجوری میکنم. اما که تو چجوری تو علامت سوال قیافه ناراحت منو دیدی؟ تو که من کجا نوشتم بیا من رأی بده؟ پیامو بذار. چرا دروغ میگی؟ پیامو بذار. شاید من نوشتم بهار بعدش دارم به تو مثلا میخوام به تو یه چیز دیگه‌ای بگم، مثلا میخوام بعدش فوشت بدم. چه میدونی که جمله بعدی من چیه؟ مثلا همون پیام منم بیار بذار. چیزی نداری بذاری. تو یک خودفروش هستی که اول پارتنر تو فروختی اومدی تو برنامه، دوم خودتو فروختی به 2 نفری که اصلا ندیده بودیشون رأی دادی. بهار جان عزیزم چرا با وجود شوهر تو برنامه شرکت کردی؟ جواب ندی خودتو خرابتر کردی. نه عزیزم من اصلا خودمو خراب نمی‌کنم. من پارتنر داشتم، پارتنر قدیمی هم داشتم. ما یه رابطه خیلی لیبرال و درست درمون و خوشگل با هم دیگه داریم، خیلی هم با هم دیگه متحدیم، ولی این نودل رو میخورم چون نمیخوام در مورد رابطه شخصی من بیشتر از این تو فضای مجازی صحبت کنید یا در موردش بپرسید. اون پرایوسی منه، به خودم مربوطه. تیم نسبت به اینجا تیم میمونی مشکلی چرا؟ داری عزیزم؟ چرا موندی؟ چرا راجع به خودت میشه میمونی؟ حرف بزن دیگه، حرف بزن. چرا راجع به شوهرت رابطه خصوصی خودت میپرسن میمونی؟ بذارید سکرت بمونه نودل. نه توضیح بده. چرا سکرت بمونه؟ تو انگشتتو تو هر جایی ما فرو کردی، توضیح بده. سودا مهرادم ولت کرد، امیرم ولت کرد. دیالوگی که خانم آقای گلابی اینو از من پرسیدن. خب مهرادم ولت کرد، امیرم ولت کرد. ولت کرد نه، ول کردم. چون مردی که قراره با من باشه باید یه حداقل هایی رو داشته باشه که متاسفانه اونا نداشتن و مردایی که تو کنارت نگه میداری رو من دور میریزم. نظر شما چیه؟ نظر منم واقعا همینه که باید آدم برای شروع یک رابطه یک حداقل هایی داشته باشه، چه خانوم‌ها چه آقایون. این چرا فلسفی حرف میزنه؟ ما اومدیم دیس کنیم. الان سودا داره میاد منو چیز میکنه، تهدیدم میکنه و آره به من گفته بیا برو بکش مفنگی بتونی راست وایسی فلان. از همینجا بهت دارم میگم پلشت. ما تو ماشین دوست پسر قبلیت نشستیم که گردنت نمیگرفت. آقا نه اینو نمیچست. آفرین. گفتم گردنت نمیگرفت. خب تو ویدیو دیدیم آقای کلاق، آقای گلابی، خانم آقای گلابی توی یه ماشین نشستن، ماشینی که نه مال کلاقه نه مال گلابیه نه مال خودشه. منو دیس میکنن. اولا که تو اون ماشین نشستن و منو دیس کردن، دیس به خودتونه. یعنی شما حتی مانی نداری رنت کنی،
خواهی دیتیل بدم این ماشین از کجا آمده؟ آمار 0 و 100ش هست. و اینکه اصلا کلمه اکس و دوست پسر قبلی استفاده نکن، چون که هیچ جوره این آدم به من نمیخوره. یعنی یک لکه ننگی بود تو زندگی من، یک کوچولو در حد یک نقطه شاید تو زندگی من بوده. و اینکه داری میگی دخترای اطرافش. کدوم دختر؟ کدوم دخترا رو میگه؟ دختره اطرافش که ولش. اصلا راجع به بهتره که دخترای در موردش اطرافش صحبت نکنیم. من قبل از همه اینا می‌خواستم بهت بگم که شما بدهیاتو بیار پرداخت کن، بعد اصلا بشین دیس کن. شاید هم نشستی ویدیو یوتیوب میگیری که پول در بیاری بدهی تو بدی. مثلا پول بلیت دبی به تهرانت که مهیار داده کی میخوای بدی؟ عکس‌ها و ویدیوهایی ازت تو دبی دارم که خودت هم نداریشون. یعنی خودت هم از گالریت پاک کردی. میخوای بذارم؟ فکر میکنم به تو هم بدهی داره. حالا اینم در موردش صحبت نکنیم خیلی بهتره. به کی بدهی نداری؟ یعنی یک مسیجایی برای من میاد که این طبق این مدارک این خانوم به ما بدهکاره. من نیومدم بگم، حرفی نیومدم بزنم. یعنی به نظر من یکی پروندهش انقدر سیاه پره باید ببنده ساکت بشینه. چقدر تو پر رویی که با این گذشته سیاهی که داشتی میایم البته چیزی هم ندارن، تمام دیساشون توهین، تمسخر، فحش، بددهنی، مسخره کردنه. مثلا بیا آرایش سفدار مسخره کن. بابا آرایش خرابو میشه درست کرد، ذات خرابو نمیشه درست کرد. من کلی مسیج دارم که پولشون رو برداشتی رفتی، بعد من نیومدم بزنمش. دوباره طرف مسیج داده سفدا برو اینا رو بگو، مدارکم خواستی رو کن. بابا این خانوم اما اینقدر پول گرفته رفته. میگم یه دونشو گفتم. پول مهیار رو کی میدی؟ منتظر بنده خدا گفتی برسم تهران